مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک گزارش ویژه تلویزیونی از مصادره بیش از 300 کیلو مواد مخدر سخت تاثیر هیروئین و بازداشت 7 عضو گروه قاچاقبر فراملی برابری همرویف عظمت سال تولدش 1964 ساکن دیهه یلدوش اشوروف در کنار شهر ترسونزاده که قبلا بولتایف آن همرویویچ نام داشت و با لقب آن چوبنداز معروف است خبر داد. اعضای این شبکه نرکمافیا مواد مخدر را در استخوان‌های مخصوص با استفاده از تجهیزات ویژه در داخل پلی‌اتیلن چنان پرس کرده جا می‌کردند که آن به تخته‌پاره مانند می‌شد و یگان سگ بوگیری و تجهیزات جوینده مواد مخدر آن را پیخست نمی‌کند، چون که بویش از داخل پلی‌اتیلن اصلا بیرون نمی‌براید. گفته می شود اعضای این نرکمافیا در عموم بیش از 1.5 تن مواد مخدر را به روسیه انتقال داده از حساب فروش آن صاحب ثروت و دارایی‌های زیادی شدند. از جمله نرکبران آن چوبنداز صاحب 5 زن، 7 منزل استقامتی، چند رمه در مجموع عبارت از 1200 سرچاروای خرد، 91 سر اسب از جمله 15 سر اسب بوزی، 19 اشتر، 11 ماشین سبکرو و بارکش، 6 فرم چارواداری در ترسونزاده و شهریتوز، قریب 6000 گکتار زمین، 7 بنای ساختمانش ناتمام، 2 مغازه فروش لباس و 1 مغازه فروش جواهرات طلایی، 15 کیلو طلاواری داشته است. آن چوبنداز همچنین در حدود شهرهای تویر و قزان روسیه 1 فرم با 200 سر چاروای کلان و 5 قصابخانه در ازبکستان، 1 کارخانه لامینات و منزل پرشکوه گرانبها داشته است. در گزارش گفته می شود که نوک گیری فعالیت این شبکه بزرگ قاچاقبر وقتی گشوده شد که 25 آگوست سال 2023 کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در همکاری با مقامات روسیه ساکن شهر دوشنبه محمد علی کمالوف سال تولدش 1987 را با 55 کیلو هیروئین دستگیر کردند. تفتیش نشان داده است که این مواد مخدر یافت شده تنها یک قسم بیش از 200 کیلو هیروئین است که یک شبکه قاچاقبر از تاجیکستان به روسیه فرستاده 150 کیلو باقی مانده هیروئین را قاچاقبران علاقه فروخته بودند. تفتیش من بعد نشان داده است که این شبکه قاچاقبر عبارت از 10 نفر را آن چوبنداز تشکیل داده رهبری میکرد و آنها در طول بیش از 10 سال اخیر با قاچاقبران در افغانستان ارتباط نزدیک برقرار کرده پیوسته به کشورهای اسنگی اساساً به روسیه مواد مخدر یعنی هیروئین، افیون، چرس میبردند. آنها مواد مخدر را توسط قطاره‌های راه آهن و ماشین‌های بارکش در داخل میوه‌جات جای کرده به کشورهای دیگر انتقال میدادند. خود آن چوبنداز که هنوز بازداشت نشده است و در حال فرار قرار دارد و برای شرح مستقیم این قضیه دسترس نیست، ولی وزارت کارهای داخلی گفت که او صاحب 5 زن و شهروندی هم تاجیکستان و هم روسیه بوده است. تفتیش این پرونده را وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی مشترکاً زیر نظارت داستانی کل تاجیکستان انجام میدهند. تا امروز 9 عضو این نرکمافیا معین و 7 تن آنها دستگیر شدند، ولی خود آن چوبنداز در خارج از تاجیکستان قرار داشته بازداشت نشده است. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و شیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. اما در این قضیه اخیر یک چیز روشن نیست که چرا با آنکه یک شبکه بزرگ نرکمافیا بیش از 10 سال باز فعالیت داشته صاحب این قدر خانه و ماشین و چندین رمه شده است و مقامات تن و اکنون فعالیت آن را توانستند آشکار کنند و اون هم در ترسونزاده که به دلیل نزدیکیش به مرز ازبکستان مال کارمندان نهادهای مختلف قدرتی است. به بالای این نرکبران اساسی چگونه توانسته است به آسانی نامناسبش از آن بولتایف به عظمت همرویف عوض کرده صاحب شناسنامه نو هم شده است.